دیگه نبینم یه بافت تل ساده بزنی. تا آخر فیلم همراهم باش، میخوام یه بافت تل خیلی متفاوت بهت یاد بدم. اول یه فرق گوش تا گوش جدا میکنی. یه ژلم که به دست زدی یک لایه از مو رو بر میداری، ژل میزنی که ریز خوردای مو رو جمع کنی. الان لایه‌ت رو به 3 قسمت تقسیم میکنی و شروع میکنی به زیر بافتن، یعنی بافت هلندی که توی پست‌های قبلی بهتون آموزشش رو دادم. توی این بافت قراره که فقط از یک سمت مو برداری، یعنی از سمت فرق بهش مو اضافه نخواهیم کرد. ژل حین کار باعث میشه که بافتتون تمیزتر در بیاد. راستی میتونی رشته بافتاتونم باز کنین که پفکی‌تر و شیک‌تر هم به نظر بیاد. خیلی دقت کنیم به نحوه باز کردن شاخه ها. یه بافت تل جدید که تازگی خیلی ترند شده و واقعا هم شیکه. دوست داری آموزش بعدی چی باشه؟ برام کامنت کن. بافتی که رأی بیشتری بیاره برای آموزش بعدی حاضر میشه.